خبر اجل: دو جنگجوی طالب در نتیجه درگیری با مرزبانان پاکستانی کشته شدند. سلام، خوش آمدید به اخبار امروزی ما. جزئیات بیشتر را در ویدیو تماشا کنید و کانال ما را سابسکرایب نمایید. منابع میگویند که دو جنگجوی طالب در پی درگیری مرزی طالبان با مرزبانان پاکستانی در گذرگاه تورخم کشته شدند. در نوار تصویری دیده می شود که ده ها آمبولانس در حال انتقال کشته شدگان طالب اند. در جای دیگر طالبان گفته است فارسی زبانان اگر تا 6 ماه زبان پشتو را یاد نگیرند از وظیفه اخراج می شوند. این بود اخبار امروزی ما. تا اخبار دیگر کانال ما را سابسکرایب نمایید. وقت خوش، خدا نگهدار.